با مقصد احیا نمودن بازی‌های ملی نیوگان، تربیت نمودن خوانندگان نسبت احترام انعنه‌های ملی، تشویق و ترغیب انعنه‌های بوی نیوگان و با تنتنه جشن گرفتن عید نوروز بین‌المللی با تشبث مرکز تحصیلات علاوگی ولایت سوخت در ورزشگاه خرمشهر دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف دوره ولایتی آزمون بازی‌های ملی تشکیل و برگزار کرده شد. در مراسم برگزاری دوره ولایتی آزمون بازی‌های ملی سردار ریاست معارف ولایت سوخت، رئیس اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم ولایت و رهبریت مرکز تحصیلات علاوگی ولایت اشتراک نموده اشتراکچیان آزمون را به عید بهار و نوروز مبارکباد نمودند. ذکر گردید که برگزاری این آزمون جهت احیای بازی‌های ملی نیوگان، سنت و انعنه‌های اجدادی، تربیت نمودن خوانندگان در روحیه احترام و ارجگذاری به انعنه‌های ملی زمینه می‌گذارد. قید کرده شد که نوروز یکی از کهن‌ترین و پرشکوه‌ترین جشن‌های مردم آریای نژاد به حساب می‌رود. تاریخ آن هزار سالها پیش آغاز یافته تا امروز همچون رمز احیای طبیعت، پاکی، دوستی و همدیگر فهمی تجلیل می‌گردد. این جشن هر سال در روز برابرشوی شب و روز برگزار می‌شود و از آغاز بهار و سال نو بشارت می‌دهد. هدف محوری و اصلی این آزمون احیای سنت و بازی‌های ملی میباشد که طول 70-80 سالها از یادها فراموش شده بودند و بعد صاحب استقلال گردیدن کشورمان این بازی‌ها، این سنت‌ها دوباره احیا گردیدند. به خاطر آنکه نورسان و جوانان ما از این رسوم و سنت‌های ما آگاه شوند، همه ساله این بازی‌ها در میدان خرمشهر با کاربری مرکز تحصیلات علاوگی ولایت سوخت برگزار کرده می‌شود. کودکان و نورسان بیشتر به همین بازی‌ها که یک نوع ورزش هست مشغول می‌گردند. این هم به سلامتی آنها فایده دارد، هم به معنویاتشان. نوروز در دل مردم امید نو، آرزوهای تازه و نیروی زندگی را بیدار می‌نماید. مردم تاجیک نوروز را با رسم و آیین‌های خاصه جشن می‌گیرند. یکی از رمزهای نوروز این برگزاری بازی‌های ملی میباشد که به کودکان و نورسان خرسندی بی‌اندازه میبخشد. لازم به تاکید است که در دور ولایتی آزمون خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی از 15 شهر و ناحیه ولایت از جمله شهر و ناحیه‌های خوجند، گلستان، بوستان، استقلال، استرافشان، اسفرک، کانی بادام، باباجان غفوروف، دیوشتی، شهرستان، ظفرآباد، اشت، مسچاه، سپیتامن و جبار رسولوف اشتراک نمودند. لالک، بودبرک، چیلک، اوشوق، هاپک 8 نمودی بازی‌های ملی موجود است که در بعضی ناحیه‌ها بسیار رشد یافته است. بچه‌ها گویا که وقتی خولگی خود را بیهوده صرف نکرده در همین مؤسسه‌های تحصیلاتی علاوگی آمده یگان کسب هنر را انتخاب میکنند که آینده به خودشان لازم میباشد. آزمون بازی‌های ملی از روی بخش‌های للک‌پرانی، بادبرک‌پرانی، هپک بازی، لک‌پر بازی، لنکه بازی، آشوق بازی، چیلک بازی و ارغمچین بازی گذرانیده شد. من در بخش ریسمان بازی اشتراک نمودم. این بازی به ما خیلی پسند است. کوشش میکنم در این بازی جای نمایان را اشغال کنم. میخواهم این بازی در سالهای آینده باز تشکیل کرده شود، آمده باز اشتراک نمایم. به من بازی لکپر محقور شده است. ما دخترکان این بازی ها را خیلی دوست می‌داریم. ما خواهیم در آینده همین خیلی آزمون ها شود ما آمده اشتراک میکنیم. من امروز کوشش میکنم که در نمودی لکپر بازی جای یکم را گیرم. وقتی که بیکار میمونم من با دوگانه هم همین بازی ها را اجرا میکنیم. در نمودهای ذکر شده کودکان و نورسان با روحیه بالیده خاطر شاد اشتراک نموده ملکه‌های مهارت خود را نشان دادند. اکثریت اشتراکچیان آزمون با لباسهای ملی مهارت سنجی کردند که این به چاره‌بینی شکوه و شهامت خاص بخشید. من از سن 8 سالگی به این شوق داشتم. حاضر که عمده شایب یکم شده این قدرش 2.50-500 متر بند دارد. ما بعد درس به این بادبرک مشغول میشیم. این بسیار نمود شوق‌آور میباشد. مورد به ذکر است که امروز کودکان و نورسان به این نمود بازی‌های ملی شوق و هوس بی‌اندازه دارند. جلب کودکان و نورسان به بازی‌های ملی امکانیت فراهم می‌آورد که آنها وقتی خالی خود را ثمراناک استفاده برده به کارهای بیهوده مشغول نشوند. وقتی که بچه‌ها به این بازی ملی مشغول می‌شوند آنها هوس پیدا می‌کنند به ورزش، به انعنه‌های ملی، به اختراع‌کاری، همچنین از کارهای بیهوده‌گردی مشغول نمی‌شوند. تمنیات دارم که در آینده باز هم همین خیل بازی‌های ملی بچگانه باز هم رواج یابند، فرزندان اشتراک کنند.
از روی نتیجه جنبست گردیده غالبان و اشتراکچیان فعال با دیپلم، سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت قدردانی گردیدند.